میگه زندگی مثل دوختن است. گاهی نخ میبرد، گاهی پارچچین میخورد، اما اگر صبر کنی و ادامه بدهی روزی لباسی از رویهایت بر تن حقیقت خواهی پوشاند. به نام خداوند پاک و بی‌نیاز، درود بر روان پاک رسول مقبول حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام. با عرض سلام و حرمت خدمت همه شما دکتر صاحبان گرامی، محصلین عزیز، امیدوارم خوب و صحتمند باشین و تا این دم ایامتون بخیر و خوشی سپری باشه. همتون خوش آمدید میگم با یک دیگر از جلسات درسی ما که جلسه درسی امروز ما در رابطه با سیستم اسکلتی می باشه که رسیدیم به قسمت سیستم اسکلتی بدن انسان که در نخست میخوایم اهمیت سیستم اسکلتی را بر شما بیان بکنم که شناخت ساختار بدن می باشه. یکی سیستم اسکلتی پایه یا میتونیم بگیم چارچوب بدن انسان است که بدون استخوان‌ها بدن شکل نمیگیره و آشنایی با این سیستم کمک میکنه تا بفهمیم اعضای بدن چگونه تنظیم و حمایت میشن. کیف محافظت از اعضای حیاتی می باشه. استخوان‌ها از اعضای مهمه مثل مغز که توسط جمجمه، قلب توسط قفسه سینه، همچنین ششها توسط قفسه سینه، نخاع شوکی یا انسفالون برش میگیم توسط ستون و فقرات محافظت میشن. و فهم ساختار این استخوان‌ها در درک محافظت اعضای حیاتی بدن نقش داره که حرکت و فعالیت فیزیکی می باشه که استخوان‌ها با مفاصل و عضلات همکاری میکنه تا بدن بتونه حرکت بکنه که بدون درک اسکلیت، آموزش حرکات طبیعی بدن و درک مشکلات حرکتی به ما دشوار میشه. همچنان تشخیص و درمان بیماری ها می باشه که بسیاری از بیماری ها و صدمات مثل شکستگی ها، پوکی استخوان یا استیوپروسس برش میگیم و همچنان آرتریت به سیستم اسکلتی مربوط میشن و یک دکتر باید بتونه استخوان‌ها را، انواعشان را، موقعیت و وظیفه‌شان را بشناسه تا تشخیص درست بده که ضروری دکتر رشته‌های طبی می باشه که در طب، فیزیوتراپی، پرستاری، جراحی، ارتوپدی، یعنی در هر بخش که شما فکر بکنین دانستن دقیق اسکلت بدن انسان اساس آموزش می باشه که کمک در انجام عملیات جراحی می باشه که جراحا باید بفهمن که استخوان‌ها در کجا موقعیت دارن تا مسیر اعصاب و رگ‌ها در کجا هست تا جراحی موفق و ایمن انجام شود که خود سیستم اسکلتی که از پایه آناتومی می باشه، چون سیستم اسکلتی مثل یک نقشه بدن می باشه که سایر سیستم ها مثل عضلات و اعصاب، اوعیه، خون و غدبینه همه روی اسکلت قرار می داشته باشن. پس شناخت اسکلت پایه بخاطر درک بقیه سیستم ها همچنان میتونه باشه. خب ایزا در این قسمت میپردازیم بالای وظایف خود استخوان ها. خب طبیعتا که سیستم اسکلتی مربوط به استخوان ها میشه، پس ما میخوایم در نخست بفهمیم که وظایف خود استخوان ها چه هستن که استخوان ها چند وظیفه مهم داره که از جمله وظیفه محافظوی داره. گفتیم از نخاع شوکی، اسپینال کارد و دماغ انسفالون به ترتیب این محافظت میکنه و گفتیم به حیث لیواتور یا حرکت کننده عمل میکنه که به ما فرصت زیر مهیا میسازه که ما بتونیم بهتر حرکت بکنیم. در داخل خود یک نسج ظریف و خونساز را به نام مغز استخوان یا بون مرو برش میگیم، بون مرو مغز استخوان می داشته باشه که همچنان استخوان ها مخزنی از کلسیم و فسفرس می باشه که با زیر بدن به شما میگم که چطور. خب سیستم اسکلتیک هست میگیم استخوان ها در کل اینا به دو شکل دیده میشه که استخوان متراکم می باشه کامپکت بون و استخوان اسفنجی می باشه اسپنجی بون برش میگیم که البته نگفتن مانه که شما ممکن در کتاب های دیگه، در منبع های دیگه شما با نام های دیگه همچنان آشنا شوین که از جمله کامپکت بون را به نام استخوان متراکم کامپکت بون، کارتیکل بون هم برش میگن که استخوان قشری برش میگیم، دنیس بون هم برش میگن که به معنای استخوان فشرده می باشه و همچنان اسپنجی بون یا استخوان اسفنجی را به نام های ترابیکولار بون و همچنان کانسیلوس بون میگن. چرا که کانسیلوس چرا میگن؟ چون یکی از خودش هم سوراخ و شبکه‌دار می باشه و می دلیل ایرا کانسیلوس بون میگن. که در تصویر قسمت که میبینین چند از هر قسمت استخوان اسمهایش نوشته هست و ما میخوایم که به تک تک اینا بپردازیم و شما از آن بفهمین که کدام قسمتش چه معنا میته و چی کاربرد داره، وظیفه‌اش چه هست. که اولین اصطلاح ما به نام articular cartilage برش میگیم، این به معنای غضروف مفصلی می باشه. خود غضروف مفصلی یک غضروف صاف و همچنان لغزنده می باشه که روی خود سر استخوان‌های مفصلی قرار می داشته باشن که البته جایی که مفصل تشکیل میشه همون قسمت و وظیفه جلوگیری از استکاک و همچنان جذب ضربه هنگام حرکت مفصل می باشه. مثلا در سر استخوان فیمور و
در مفصل زانو میتونیم این قسمت را بهتر متوجه شویم. اپیفیسیال وین داریم، اپیفیسیال آرتری داریم یا همون اپیفیسیال وین. اپیفیسیال آرتری که هست این شریان اپیفیسیال منامیته، یعنی شریان که خون اکسیژن را به ناحیه اپیفیز یا موسر استخوان میرسانه. مثلا ای که در انتهای استخوان فیمور یا همرس میتونیم استخوان بازو میتونیم بهتر بفهمیم. اپیفیسیال آرتری برش میگیم. این شریان می باشه که خون و اکسیژن را به ناحیه اپیفیز میرسانه. قسمی که شما در تصویر میبینین استخوان از ناحیه های اپیفیز و دیافیز و اینا تشکیل شده که اپیفیز که هست امی قسمت سر استخوان می باشه و دیافیز که هست امی بدنه استخوان می باشه. امی بدنه استخوان را به نام دیافیز یاد میکنه و قسمت سر و یایش به نام اپیفیز یاد میکنه. که اپیفیسیال آرتری که هست این میگیم شریان است که خون و اکسیژن را به مون ناحیه اپیفیز یا مو سر استخوان میرسانه. و اپیفیسیال وین داریم، این ورید اپیفیسیال می باشه، یعنی یک رگ خونی می باشه که خون را از بخش اپیفیز استخوان خارج میکنه، از بخش اپیفیز خارج میکنه. ما گفتیم که شریان که هست یعنی اپیفیسیال آرتری یا شریان اپیفیسیال که می باشه این خون و اکسیژن را به ناحیه اپیفیز یا مو سر استخوان میرسانه. و اپیفیسیال وین که هست این یک رگ خونی باشه که خون را از بخش اپیفیز استخوان خارج میکنه. به همین ترتیب ما اپیفیسیال لاین داریم. اپیفیسیال لاین هم برش میگیم خط اپیفیسیال می باشه که یک خط نازک می باشه که پس از اینکه همین صفحه رشد متوقف میشه یا بسته میشه در بزرگسالی ای باقی میمانه، اما لاینش و خطش باقی میمانه. البته این وظیفه قبلی از چی می باشه که در بزرگسالی باقی میمانه، اما اثراتش در کودکی می باشه. این یک محل رشد طولی استخوان می باشه، محل رشد می باشه که استخوان از نظر طولی رشد میکنه. یه مو محل می باشه که وقتی که در بزرگسالی یه مو یک مو لاینش یا مو خطش یا مو چی رقم برسه بگیم یک اثر از او باقی میمانه در استخوان که باز به نام اپیفیسیال لاین برش میگیم. همچنان ما به نام میدولری کیویتی داریم، حفره مغزی استخوان برش میگیم. یک فضای خالی در مرکز دیافیز یعنی بدنی استخوان، یک فضای خالی که وجود داره، اینمون رو ما به نام میدولری کیویتی میگیم که وظیفهش این محل ذخیره مغز استخوان میباشه. البته مغز استخوان یا زرد می باشه یا سرخ می باشه که چربی یا سلول ساز می باشه که اگر شما در استخوان های که تازه می باشن یعنی میتونید در تصاویر بهتر بفهمین برنگ زرد می باشه مغز استخوانشان. و همچنان ما به نام پریوستوم داریم. این پریوستوم یا ذریع استخوانی برش میگیم. این لایه بیرونی فیبری که سطح استخوانی را بجز سطح مفصلیش میپوشانه، یعنی پریوستوم یک لایه میباشه که بیرون استخوان را میپوشانه بجز سطح مفصلیش، در جایی که مفصل شکل میگیره و قسمت را نمیتونه بپوشانه. که وظیفه‌ای که میداشته باشه یکی رشد عرضی میباشه، همچنان ترمیم میکنه و تغذیه و محافظت استخوان میباشه. مثلا در استخوان بازو یا استخوان‌های بلند دیگه میتونیم این بخش را بیشتر متوجه شویم. و همچنان اصطلاح بعدی ما در رابطه با پریوستیال وین می باشه یا ورید پریوستیال برش میگیم. این یک ورید می باشه که خون برگشتی از لایه خود پریوستوم را حمل میکنه، یعنی خون که برگشت میکنه را اپیفیسیال وین وظیفش است که امو خون را انتقال میده. پریوستیال آرتری داریم، یعنی پریوستیال آرتری که هست این شریانش می باشه، یعنی وریدش را گفتیم، حال شریانش است. شریانش که می باشه خون و اکسیژن به لایه پریوستوم میرسانه. خون و اکسیژن را بر خود می غشای پریوستوم یا می لایه پریوستوم میرسانه که شما در تصویر میتونین بهتر متوجه شوین لایه پریوستوم، وریدش و همچنان شریانش. و در ادامه ما داریم سوراخ تغذیه‌ای. سوراخ تغذیه‌ای که هست این یک سوراخ کوچک می باشه در موقعیتی در دیوار استخوان می باشه که این وظیفه چی است؟ این وظیفه‌اش است که می شریان و ورید و اینا از این عبور میکنن. شریان و ورید اینا که خون میرسانن و خون را حمل میکنن از این سوراخ عبور میکنن که در میانی دیافیز استخوان‌های بلند میتونیم اینا را متوجه شویم. در خود بدنی استخوان که دیافیز هم داره در اونا میتونیم در بخش میانی زو بهتر متوجه شویم. و همچنان ما شریان تغذیه‌ای داریم که شریان تغذیه‌ای چی هست؟ این یک شریان اصلی میباشه که در خود استخوان وارد میشه
و مغز استخوان و دیواره داخلی زیر تغذیه میکنه. وظیفه‌ش همین میباشه که در استخوان وقتی وارد میشه مغز استخوان و دیوار اینا را تغذیه میکنه. و همچنان در آخر ورید تغذیه‌ای داریم که ورید تغذیه‌ای که هست این خون مصرف شده را از مغز استخوان خارج میکنه. ورید تغذیه‌ای که هست این خونه که مصرف میشه از مغز استخوان این میره خارج میکنه. وظیفه در کل همین میباشه. شما ایزا در تصاویر ببینین بهتر متوجه میشین که ارتیکولار کارتیلاج میباشه، یعنی موقعیت از کجاست؟ امو قسمت های بالای استخوان اپیفیسیال، امو قسمت که اپیفیسیس برش میگیم در مو قسمت قرار میده باشه که ما گفتیم که همین قسمت را پریسوم نمیپوشانه چون اینجا مفصل شکل میگیره. همچنان ما قسمت به نام اسفنجی بون داریم یا مکانسیلیوز میگیم، یک قسمت هست که استخوان اسفنجی هست که ما گفتیم دو نوع استخوان داریم، ان شاء الله در جلسات بعدی شما میفهمین. و کامپکت بون هست، میدولاری کیویتی یا کانال مرکزی هم برش گفته میتونیم در این قسمت مغز استخوان قرار می داشته باشه که در استخوان هایی که از فرد زنده می باشه میتونیم ببینیم که برنگ زرد می باشه. و در استخوان های قدیمی و استخوان هایی که از مرده ها می باشن ما نمیتونیم این بخش را پیدا بکنیم. به این ترتیب تصویر بعدی ما در رابطه به بون اناتومی یا مو اناتومی یک استخوان می باشه که کارتیلاج یا مو غضروف، اپیفیسیال لاین که ما گفتیم در کودکی مو جایی است که استخوان به طور عرضی شکل میگیره، اما در بزرگی چون وقتی که می سنش میگذره دیگه نمیتونه شکل بگیره، بازم اثرات می داشته باشه. و کامپکت بون اما قسمت سخت و متراکم می باشه که استخوان را پوشانده که باز ان شاء الله شما بهتر متوجه میشین. بون مرو مغز استخوان می باشه، میدونید کیویتی می باشه که ما گفتیم درش بون مرو قرار داره، پریوسوم می باشه، ملایه می باشه که استخوان را پوشانده و همچنان شیران ها و فرید ها و اینا هستن که هم یک بخشی از غضروف را شما میتونین بهتر ببینین. و این هم مربوط به غضاریف و اینا میشه که انشالله در جلسات بعدی روی از اینا هم صحبت میکنیم. این هم تصویر از استخوان میباشه که میتونین بهتر بفهمین. خب ایزا ای بود جلسه درسی ما. امیدوارم موضوعات درست درک کرده باشین و اگر کدام سوال انتقاد پیشنهاد بود حتما بپرسین، انشالله جواب داده میشم. تا جلسه بعدی همتون به اعلی منان میسپارم. خدا نگهدار.